اول این رو بشنوین از سرخار حاجی زاده، فرمانده هوافضا بروهای سپاه. ما به مراکز کنترل فرماندهی امریکایی‌ها در طول این چند سال نفوذ کردیم، حضور داشتیم، میدیدیم کجا رو میبینن، کجا رو میزنن، از کنار چه چیزهایی عبور میکنن، چگونه از داعش دارن حمایت میکنن. همه اینا سنداش هست. اگه یک روزی اجازه داشته باشیم اینا رو منتشر بکنیم، یک افتضاح بزرگی برای امریکایی. وای 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 اوف. خود جیمیز باند هم اینقدر خفن نبوده. چقدر زرنگ بوده این سپاه و ما خبر نداشتیم. نفوذ در مراکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا. کی؟ برادران سپاه. ای وای بر من، اصلا یه جوری بهت زده شدیم با این خبر که یه هفته است داریم میگردیم یه سندی، مدرکی، فایلی، چیزی پیدا کنیم تا به عمق این نفوذ پی ببریم. یاسر محمد. یاسر بگوشم. محمد جان، عملیات نفوذ با موفقیت انجام شد آقا. بله من همکنون در موقعیت واشنگتن هستم. مفهومه؟ احسن دخوی، احسن. تعریف کن چه خبره در موقعیت؟ 12 تا در سفید رنگ جلومه. محمد جان بگوشی روی درها چی نوشته اونجا؟ یاسر جان نمیدونم، خارجی نوشته. آقا با دقت نفوذ کن ببین داخلشون چه خبره. وارد محوطه شدم، داخلش دستگاه کوچیکه که یک دکمه آبی رنگ داره روش. محمد جان دکمه رو با رمز یا امام فشار بده. یا امام. محمد جان سریع عقب نشینی کن آقا. بدبخت نفوذ کردی تو WC استکبار.